کامسомольская правда با تکیه به منبعش خبر داد که چند روز پیش در نویه ادینسوی ولایت مسکو یک شهروند تاجیکستان زن یکمش را که حامله بود لطو کرده است. گفته می شود سبب مناقشه اویلوی پنهانی از زن یکمش با زن گرفتن این مرد تاجیک شده است. این زن را که 25 ساله است و در ماه پنجم حاملگی قرار دارد در بیمارستان بستری کردند. ظلمت گفته است که به خانه شوهرش دلیر برگشتنی نیست، بلکه میخواهد که برادرش او را از بیمارخانه بگیرد و به خانه خودش برد. بنا به گزارش نشریه روسی، ظلمت را با علامت‌های جنبیدن معاینه سر ماشین یاری تعجیلی به بیمارستان برده است، ولی طبیبان بیشتر از سرنوشت طفل بطن او در تشویش بودند، چون که ظلمت در ماه پنجم حاملگی قرار دارد. به این دلیل او را تا حال در بیمارستان ادینسو نگاه داشتند. بعد کمی به خود آمدن ظلمت نقل کرده است که 25 سال دارد و او را نه یگان آدم بیگانه بلکه شوهر خودش دلیر لطو کرده است. ظلمت از خانه گریخته به یاری تعجیلی زنگ زده است که آمده او را از کوچه بگیرند. ماشین یاری تعجیلی به بیمارستان مرکزی ادینسو و یک زن 25 ساله شهروند تاجیکستان را با علامت‌های جنبیدن معاینه سر رسانید. این زن حامله دار بوده است. او را در شعبه نیروخیرورگ بستری کردند. خود ظلمت بعد کمی به خود آمدن سبب مناقشه را نیز فاش کرده است. من تصادفاً فهمیدم که شوهرم به من چیزی نگفته، از من نپرسیده، به بالای من زن گرفته است. من البته از این به خشم آمدم و بین ما جنجال برخاست. او به سر من با آواز بلند داد میزد. به او حتی اینکه من قرار وی را به بحث میکشم معقول نشد و وی مرا زد. من دیگر به پیش او بر نمیگردم. مرا از اینجا برادرم به خانه خودش میبرد. نقل قول کرده است کامسомольская правда از سخنان ظلمت. قانونگذاری تاجیکستان بسیار زنی را رسما منع کرده است و برای این حتی جزاهای چون جریمه و حتی تا 2 سال محرومیت از آزادی تعیین کرده است. ولی در تاجیکستان بسیار زنی یک امر رایج باقی میماند. آنهایی که چند زن میگیرند به معیارهای شریعت اسلامی استثناء میکنند که تا 4 ازدواج را برای یک مرد اجازه داده است. ثبت نام چنین ازدواج ها ممکن نیست و از این رو ازدواج دوم و سوم توسط نکاح دینی صورت میگیرد. دلیر نیز پنهانی از زن یکمش با نکاح اسلامی زن دوم گرفته است، ولی شماره زنهایی که به زن نو گرفتن شوهرانشان راضی شوند تا رفت کم می شود. ظلمت یکی از چنین زنها بود که قرار به بالای او زن گرفتن شوهرش را نپذیرفت. نوشته است نشریه کامسомольская правда.